بریم با هم یکی از خوشمزه ترین غذاهای شمال ایران رو درست کنیم. اکبر جوجه به سبک آقای کلبادی. اولین بار 80 سال پیش آقای اکبر کلبادی توی شهر گلوگاه مازندران این سبک خاص از پخت جوجه رو معرفی کرد. از همون زمان اسمش شد اکبر جوجه. برای اکبر جوجه همونطور که از اسمش پیداست به جوجه کم وزن نیاز داریم، ترجیحاً زیر 1 کیلو. مثل تصویر جوجه ها رو از وسط نصف کنید، بذارید داخل محلول آب و نمک 1 شب تا صبح تو یخچال بمونه. این کار باعث میشه خونابه گوشت خارج بشه و طعم بهتری بگیره. بعد از استراحت جوجه ها رو از آب نمک در بیارین، با دستمال تمیز کاملا خشکشون کنید. حالا توی قابلمه یا تابه گود روغن زیاد بریزین، با حرارت نسبتاً بالا دو طرف جوجه ها رو سرخ کنید تا حسابی طلایی بشن. دقت کنید که جوجه باید کامل داخل روغن غوطه ور باشه. وقتی رنگشون طلایی شد حرارت رو کم کنید و کره محلی رو بهش اضافه کنید. در ظرف رو بذارید و اجازه بدید جوجه ها حدود 2 تا 2 ساعت و نیم بپزن تا کامل مغز پخت بشن. و برای سس مخصوصش هم یه دونه پیاز رنده شده رو با روغن و کمی زردچوبه تفت بدین. بعد سیر رنده شده، گردوی خور شده و رب انار رو با یکم آب و نمک بهش اضافه کنید. چند جوش که زد سس آماده است. حالا جوجه ها هم که کامل پخته، با برنج و این سس خوشمزه سرو و نوش جان کنید. دوست عزیز، اگه از اکسپلورینگ پست رو میبینی، فرشته قربانی هستم. حتما به پیجم سر بزن که کلی آموزش خوشمزه و رایگان دارم تو پیجم.